سلام. فیش ثبت نام حج تمتع 1405 از 20 مهر ماه انجام میشه که متقاضیان واجد شرایط به صورت غیر حضوری و کاملا الکترونیکی باید به سامانه my.haj.ir مراجعه و اول نسبت به تکمیل و بروزرسانی اطلاعاتشون و بعد پرداخت وجه اقدام کنن. شاید بپرسید پرداخت وجه چرا و چطوری انجام میشه، که باید بگم تو این مرحله 200 میلیون تومان که بخشی از هزینه‌های سفر و اون هم برای برنامه‌ریزی و عقد قراردادهاست انجام میگیره و بقیه هزینه‌ها در زمان ثبت نام نهایی و بعد از برآوردهای هزینه‌های ارزی و ریالی اعلام میشه. بدونید غالب هزینه‌های این سفر به صورت ارزی محاسبه میشه و قراردادهای اسکان، حمل و نقل، تغذیه و تدارکات، صدور ویزا و غیره باید ارزی پرداخت بشه. نکته مهم برای پیش ثبت فقط از طریق کارت بانکی شخصی، اونم مناسب با کارت ملی شناسایی باید انجام بشه. متقاضی‌ها با شماره تلفن همراهی که به نام خودشون هست وارد سامانه بشن. از قبل شماره 16 رقمی اشتباهتون رو همراه داشته باشید که ثبت اون تو سامانه الزامیه. این هم اگر بعد از پیش ثبت نام از این سفر معنوی منصرف شدید، مبلغ واریزیتون بعد از کسر کارمزد نقل و انتقال بانکی به حساب شبای اعلامیتون برمیگرده. در اینکه متقاضی‌ها برای سفر حج تمتع باید گذرنامه‌شون حداقل تا تاریخ 30 آبان ماه 1405 اعتبار داشته باشه. خبرهای بعدی ما باشید. التماس دعا. منتظر